دوستای عزیز، در ادامه بحث امور نوشتاری میخوام تو این ویدیو باهاتون راجع به بحث رزومه تحصیلی یا CV یا به قول در واقع اصطلاح لاتینش کوریکولوم ویتای صحبت بکنم که در واقع رزومه تحصیلی یا CV شما باید چه شکل و استاندارد و مواردی درش رعایت بشه. خیلی از عزیزانی که ما در حال مشاوره‌های مختلف باشون صحبت میکنیم، بعضا جای مختلفی ممکنه برای خودشون اپلای کرده باشن یا با اساتید و دانشگاهی وارد مکاتبه شده باشن و نتیجه نگرفتن. اولین اشکالی که بهش برمیخوریم در واقع ناقص بودن CV شون هست. مثلا وقتی که CV شون رو میبینیم یک CV یک صفحه یا حتی زیر یک صفحه هست، به خصوص برای دوره‌های مستر و PhD این میتونه خیلی صدمه زننده باشه. نه اینکه در واقع تعداد صفحات در واقع CV شما لزوماً به تنهایی تعیین کننده باشه، ولی مسئله اینه که کسی که برای دوره مستر، PhD و پستاک میخواد اقدام بکنه باید در واقع حرفهای زیادی توی اون CV برای گفتن داشته باشه، موارد زیاد و نکات زیادی رو بخواد پوشش بده که قطعاً اینا در زیر یک صفحه نمیشه. در واقع میتونیم به صورت استاندارد، گرچه یه چیز گلوبال و جهانی وجود نداره برای این قضیه، ولی حسب تجربه میتونیم بگیم که استاندارد CV کسی که برای کالج یا برای دوره بچلر میخواد اقدام بکنه باید در حدود یک صفحه یا کمی بیشتر از یک صفحه باشه و برای دوره مستر و PhD حدود 2 صفحه و برای دوره پستاک در واقع 2.5 تا 3 صفحه که به دلیل اون در واقع اشاره خواهیم کرد. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که شما باید سعی بکنید تمام اسکیل ها و توانایی های خودتون رو در رزومه یا CV تون در واقع منعکس بکنید. خیلی هستن که توی بحث دکترا یا پستاک وقتی که صحبت از مقاله میشه و اشاره به بحث مقالات در CV شون فقط در واقع بخش مقالات چاپ شده در ژورنال های علمی رو اشاره میکنن و به انواع دیگه مقالاتشون اشاره نمیکنن. انواع دیگه مقالات یعنی چی؟ شما غیر از یک بخشی که تحت عنوان پابلیکیشن books and papers published باید بیارین، باید در واقع 4 قسمت دیگه حتما داشته باشین در قسمت CV تون برای دوره دکترا و پستاک. اون چیا هستش؟ اون در واقع papers submitted under review، papers under preparation، conference proceeding و پروپوزال هاتون هستش. و حتی یه قسمت دیگه میتونین به این اضافه کنین که از 5 قسمت هم بیشتر میشه و اون ongoing research هستش. این نکته مهمیه که در واقع استاد بفهمه شما فقط روی یه دونه پیپر خاص کار نکردین که بخواین حالا برای یه جایی اپلای بکنین. نشون میده که آدم ریسرچری هستین، به خصوص برای دوره دکترا، پستاک و ویزیتینگ اسکالر نشون میده شما یه آنگوینگ ریسرچر هستین، دائما در حال تحقیق و آپدیت شدنین به بحث ریسرچ و در واقع کارهای پابلیش خیلی اهمیت میدین. اگه میخواین رزومه تحصیلی یا CV تون رو ارتقا بدین یا احساس میکنین ممکنه ضعف‌هایی داشته باشه که روی پروسه در واقع اپلای شما یا مکاتبه با اساتید تاثیر منفی گذاشته، کلمه رزومه یا CV رو برای ما اینجا کامنت بکنین یا با کارشناسای ما تماس بگیرین تا ما در واقع ارزیابی بکنیم CV تون رو و در صورت لزوم اون رو برای شما ارتقا بدیم.